به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تمامی دانشجویان عزیز. از جلسه دوم درس استاتیک در خدمت شما هستیم که قسمت دوم و نهایی مربوط به ضرب داخلی و خارجی بردار هست. توی جلسه قبل ما راجع به تجزیه نیروها صحبت کردیم و این که چه موقعی از کوسینوس ها استفاده کنیم و چه موقعی از سینوس ها. راجع به زوایای اصلی صحبت کردیم و به دست آوردن سینوس و کوسینوس ارزاویه زاویه 45 درجه رو بررسی کردیم در کنار زوایای 30 و 60 و در نهایت راجع به مثلث طلایی صحبت کردیم که مربوط به زاویه 37 درجه و 53 درجه بود که ما به چه شکل بتوانیم از این زوایا استفاده کنیم. خب تو این جلسه دوم و همونطور که عرض کردم جلسه نهایی مربوط به ضرب داخلی و خارجی بردارها، ما ابتدا میخوایم راجع به ضرب داخلی بردارها صحبت کنیم. فرض کنید که ما یه بردار A داریم و یک بردار B و میخوایم A.B رو به دست بیاریم. ببینید ما دیدگاهی که داریم برای ضرب داخلی این هست که ما مانند یک چراغ قوه روی بردار B در نظر بگیریم چون A.B هست و تصویر بردار B که بردار قرمز رنگ ما هست و با پریم نشون دادیم رو مورد بررسی قرار بدیم و اون رو در آ ضرب کنیم. طبق چیزی که تو جلسه پیش گفتیم و اگر اطلاع ندارید بهتره که برید ابتدا جلسه قبل یعنی جلسه اول درس استاتیک رو ملاحظه کنید. ما الان به پریم رو میتونیم تعریف کنیم بردار B ضرب در کوسینوس زاویه تتا یا آلفا، حالا یا آلفا یا تتا. چرا؟ چون زاویه آلفایی که اینجا تعریف کردیم در کنار محور ایکس های ما الان هست و به پریم ما تبدیل میشه به کوسینوس آلفا، یعنی بی ضرب در کوسینوس آلفا. حالا الان میخوایم راجع به ضرب داخلی آ.ب صحبت کنیم. می نویسیم اندازه بردار آ اندازه بردار B ضرب در همونطور که عرض کردم کوسینوس زاویه بینشون که آلفا هست. الان یعنی ما با بردار ب پریم داریم کار میکنیم، یعنی اندازه بردار ب پریممون مورد بررسی ما هست. خب چون اینجا حرف از کوسینوس زدیم ملاحظه کنید اگر بردار A و بردار B ما، این بردار B ما هست، عمود برهم باشن، من اگر یه چراغ قوه رو از بالا نور بندازم روی این یا یه نوری رو بالای سرش روشن کنم، قبول دارید که سایه بردار B من روی بردار آی من یک نقطه میشه. خب همونطور که میدونیم از لحاظ ریاضیوار هم بخوایم بررسی کنیم، کوسینوس زاویه 90 درجه برابر با چند بود؟ همونطور که تو جلسه پیش گفتیم برابر با 0. پس A.B اندازه A و B هر چقدر میخواد بزرگ باشه، چون کوسینوس زاویه بینشون 90 درجه است و طبعا کوسینوس زاویه بینشون برابر با 0 میشه و اندازه A.B یا ضرب داخلی دو بردار A و B با مشخصات این که عمود برهم هستند برابر با 0 خواهد بود. خب
خب ما راجع به ضرب داخلی و خارجی ضرب داخلی بردارها صحبت کردیم و الان میخوایم بریم سراغ ضرب داخلی. به صورت نموداریش رو مشاهده کردید و الان میخوایم راجع به پارامتریش صحبت کنیم. فرض کنید که بردار آی ما، این بردار تشکیل شده از مؤلفه AX، AY و AZ. یعنی ما در راستای آی و جهت X مون AX رو داریم، در راستای J مون AY، مؤلفه های مربوط به بردار آ هست و در جهت کامون AZ. و به طبع توی بردار B هم راجع به BX، BY و BZ که مؤلفه های بردار B هست صحبت کردیم. اگر بخوایم راجع به A.B یا ضرب داخلی بردار A و B صحبت کنیم، مؤلفه های X A و B رو در هم ضرب کرده، یعنی AX و BX. مؤلفه های Y A و B رو نیز در هم ضرب میکنیم، AY و BY رو، و در نهایت AZ و BZ که مؤلفه های در راستای کای A و B هستن رو در هم ضرب میکنیم و با هم جمع میکنیم. طبعا جواب این A.B یک عدد خواهد بود. پس ملاحظه میکنیم که ضرب داخلی دوتا بردار همیشه کمیتی اسکالره، یعنی فقط عدد یا به نوعی اندازه داره و جهت نداره. مثلا ما A.B رو به عدد 18 میرسیم، ولی دیگه نمیتونی بگی که به کدوم جهت. این موضوع در مورد ضرب خارجی صدق نمیکنه. فرض کنید که ما مثل قبل دو تا بردار A و B داریم که زاویه بینشون هم برابر با آلفا هست. اگر بخوام A کراس B که مفهوم ضرب خارجی هست رو مورد بررسی قرار بدم، ملاحظه میکنید که ما به یه جواب C رسیدیم که نوعی از برداره. چه ویژگی داره؟ این بردار عمود بر صفحه دو برداره. یعنی اگر با گوشی یا لپتاپ نگاه میکنید این فیلمو، بردار A و B رو روی صفحه گوشی یا لپتاپتون در نظر بگیرید، بردار C ما به صورت برونسو به سمت صورت شما میاد یا به سمت درونسو به سمت داخل صفحه میره. پس به نوعی یا بردار C من به صورت درونسوه یا برونسوه که نمایشش به صورت شماتیک به این شکل هست. اما جهتش که من از کجا بفهمم درونسو هست یا برونسو؟ ببینید 4 انگشتتون رو به سمت بردار آ بذارید. یعنی اگر انگشتای ما به این سمت باشه، من 4 تا انگشت رو بخوام بکشم، جمعش کنید به سمت بردار B. جهت شست شما که الان به سمت صورت شما هست، جهت بردار C رو نشون میده. از لحاظ ریاضی اگر ما بخوایم ضرب خارجی دو تا بردار رو به دست بیاریم، برابر با اندازه بردار A در اندازه بردار B ضرب در سینوس، این بار سینوس زاویه بینشون هست. دقت کنید که این اندازه اگر تبدیل به کوسینوس بشه، برابر با ضرب داخلی دو بردار A و B خواهد بود. همونطور که مشاهده کردید، ضرب خارجی دوتا بردار به یک کمیتی به نام C رسیدیم که علاوه بر اندازه جهت هم داره. پس حاصل ضرب خارجی دو بردار کمیتی برداری است. دیگه برخلاف ضرب داخلی که یک عدد میرسیدیم، اینجا ما با یه مفهومی به اسم بردار آشنا میشیم توی ضرب خارجی که علاوه بر اندازه جهت هم داره. حالا اگر بخوایم مشابه ضرب داخلی با مؤلفه های A و B در راستای I یا X، J یا Y و K یا Z بررسی کنیم، ضرب خارجی رو به چی میرسیم؟ ببینید حاصل ضرب خارجی دو تا بردار A و B به این شکل برابر با مساحت متوازی الاضلاعی است که این دو تا بردار تشکیل میدن. یعنی اگر ما بخوایم مساحت این متوازی الاضلاع رو مورد بررسی قرار بدیم، برابر میشه با ضرب داخلی A، ضرب خارجی A در B. پس جواب این دوتا به ما مساحت متوازی الاضلاع رو میده. برای حل A کراس B بر اساس مؤلفه ها چه کار میکنیم؟ ببینید ما توی سطر اول
همونطور که توی این ماتریس دارید مشاهده میکنید. ما توی سطر اول میایم مؤلفه های بردارهای یکه رو مینویسیم I, J و K. توی سطر دوم بردار اول رو مؤلفه هاشو به نسبت X، Y و Z به ترتیب در ستونهای اول، دوم و سوم مینویسیم. توی سطر سوم مؤلفه های بردار B رو بر حسب X، Y و Z به ترتیب تو ستونهای اول، دوم و سوم یادداشت میکنیم. دترمینان این ماتریس رو بخوایم محاسبه کنیم به این شکل جلو میریم. دقت کنید این موضوع رو، روند رو که با من جلو بیایید. ببینید ما اول میایم قطر اصلی رو محاسبه میکنیم و مینویسیم. دقت کنید تو این شکل چیه؟ یه AY دارم و یه BZ دارم، ضرب در بردار یکی آی میشه. AY BZ ضرب در بردار یکی آی میشه. جمع دومی میشه دوتایی که روش خط کشیدم ضرب در این تکی که روش خط کشیده شده. دقت کنید من دیگه روی شکل نمی کشم. این J AZ رو دارم ضرب در این BX، پس میشه AZ BX ضرب در J. دقت کنید اینجا توی سومی حالتش این تکی رو دارم و این دوتا رو که به این میرسم. حالا وقتی جمعشون تموم شد میام قطرهای فرعی رو لحاظ میکنم و از این 3 تا آیتم کم میکنم. به چه شکل؟ ببینید قطر فرعی 3 تای قطر فرعیمون هستش توی شکل، نگاه کنید AY داریم که دورش خط کشیدیم تو مرکزیت اینجا، یه دونه BX دارم و یه دونه K دارم. دقت کنید یه منفی و فاکتور گرفتم ازش، این رو نوشتم. به تبع برای حالت بعدی این دوتا رو لحاظ میکنم با این یکی که به این عبارت میرسم و توی مرحله آخر این یکی و این دوتا رو، اینا همه منفی هستن که من از یه منفی فاکتور گرفتم. در نهایت به همچین رابطه‌ای میرسم، رابطه قرمز رنگ، که خب شما هم طبعا باید به این رابطه برسید. بعضی از دانشجوها اشتباهی که مرتکب میشن اینه که خب این رابطه رو حفظ میکنن و تو محاسبه ضرب خارجی به مشکل میخورن. سر امتحان فراموش میکنن که مثلا اندیس ها رو آیگرگ زد یا مثلا توی آی جی کا گذاشتن ها اشتباه میکنن و به خطا میفتن و از دست میدن نمره ضرب خارجی رو. ما یه قراردادی برای ضرب خارجی داریم که ملاحظه میکنید یه سیکلی داریم اینجا که آی جی کا اگر طبق فلش هایی که برای آی جی کا قید شده این جهت رو عرض میکنم. اگر آی رو ضرب کراس کنیم با جی به کا میرسیم و یا اگر جی رو کراس کنیم با کا به آی میرسیم. این موضوع برای ضرب خارجی قابل استفاده است و همیشه برقراره. کا در آی به جی میرسیم و این سیکل میچرخه. حالا اگر بخوایم برعکس بچرخیم چی؟ جهتمون به این سمت باشه. اگر کا رو ضرب در جی کنیم چون سیکل ما برعکس شده به منفی آی میرسیم. آپشن های دیگه ای که میشه مورد بحث قرار گرفت آی کراس آی، چون دو تا بردار آی روی هم هستن سینوس زاویه 0 درجه برابر با 0. خب طبعا ما به جواب 0 میرسیم. و یا کا دات کا، چون که زاویه بین دو تا بردار یکی ما برابر با 0 هست، کوسینوسشون که نماد ضرب داخلی هست برابر با 1 میشه. چون اندازه هر کدوم از این کاها هم همونطور که از اسمش مشخص هست 1 هست، ما به عدد واحد 1 میرسیم. خب این یه پیش درآمدی بود برای بحث استاتیک که ما توی 2 جلسه تقریبا 15 دقیقه‌ای مورد بحث قرار دادیم. الان از اینجا به بعد ما عملا وارد مباحث استاتیک میشیم و ضرب داخلی و خارجی بردارها رو و تجزیه نیروهای برداری یا تجزیه بردارها رو به صورت کامل یاد گرفتیم که
توی مباحث استاتیک و حل خرپا یا حل تیرها و نیروهای مورب خیلی به کار ما میاد. توصیه میکنم ابتدا برای حل سوالات استاتیک این 2 جلسه رو با دقت ملاحظه کنید تا جلسات بعدی به مباحث مربوط به استاتیک بپردازیم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.